امروز میخوام معجون قوی درست کنم که بچه‌هاتون مثل من مریض نشن. توی معجون قوی کنمون هم شیر میریزیم، هم کاکائو میریزیم، هم یخ، هم عسل، هم کاکائو بولیس، هم قرصی که قبلش میخوایم بخوریم. منم یه دونه قرص قوی کن میخورم، معجونم رو درست میکنم. حالا شیر رو میریزیم تو ویسکر، بعد یخ رو میریزیم. تا میخوای قوی شی بیا پایین. تا میخوای قوی شی. حالا یه شکلات کاکائو فندقی میریزیم. این کاکائو بولیسه که از زنبوره. حالا میریزیمش. این شکل قوی میکنه، به کسی نگیان. ترسیدم ماما. یا بدتست. خب منم الان یه دونه معجون قوی کن برای خودم درست کنم. نه برای من درست. یه معجون قوی کن برای من درست. باش. من توی دمنوشم یه خورده از این دمنوش من قوی کنم میریزم. اینم الان حاوی عسل و زنجفیل و زردچوبه و اینجور چیزاست و سرکه که اینا رو هم که دیدید بچه همشون حاوی پروپولیسه که میدونید سلامت رو تضمین میکنه. بله گندمم با خوردن اینا اینجوری شده دختر کفش دوزکی. فعلا خدافظ.